دردآور این. من نمیخوام خانواده من سریال ترکی ببینن. به کی بگم اینو؟ حریم سلطان، حریم نوکر سلطان، هر چیه، مردم ما اینا سمه برای فرهنگمون. شاهی که 2 بار اومد تا آذربایجان با تیپا بیرونش کردن، الان سریال ساختن به عنوان فاتح قرن نشونش میدن. مردم منم نگاه میکنن میپذیرن. اون موقع خاتونهای ترک، من جسارت نمیکنم به تو خودم ترک زبانم، ولی هیبت ظاهریشون فوق العاده عجیب غریب بود. یعنی اصلا چیزی از این خاتونها دیده نمیشد. الان این مانکن هایی که در سریال حریم سلطان نشون داده میشن خیال بافی مردمیه که دارن برای خودشون تاریخ جعل میکنن. کجا ما خرم سلطان تاریخ عثمانی فکر میکنید این شکلیه؟ برید در کتاب‌های تاریخی ببینید اصلا قیافه خرم سلطان جای دیده شده. یک روبنده تاریک سیاهی جلوی چشمش هست که هیچ کس اصلا قیافه خرم سلطان نمیبینه. ما الان میایم یک دختر بلوند چشم سبز خیلی خوش هیکل خیلی زیبا رو به عنوان خرم سلطان ترک نشان میدیم. نتیجهش میشه بچه من، خواهر من، برادر من، این ترک‌ها چقدر آدمای پیشرفته‌ای بودن، همون موقع خیلی خوشگل بودن، همون موقع خیلی شیک بودن. آقایون چرا ما نباید برنامه بسازیم که مردم حریم سلطان رو نبینن؟